به نام خدا و با عرض سلام خدمت دوستان عزیز. ما در ویدئوی قبل که با عنوان برندینگ چیست در خدمتون بودیم به مباحث کلی در مورد برندینگ و اینکه می شود در 3 سطح متفاوتی به این مبحث پرداخت اشاره کردیم. اون 3 سطح چیستی، چرایی و چگونگی بود. نووای، نووات و نوهاو. امروز میخوایم مبحث نووای رو که بیشتر میپردازه به اهمیت و چرایی مقوله برندینگ و اهمیت برند، حالا به ویژه در ایران که ما به عنوان یک صنعت وارداتی بهش نگاه میکنیم و میتونیم بگیم تا حدی از دنیا عقب هستیم و نیاز مبرمی به این مقوله و به این صنعت داریم، بهش بپردازیم. لازمه که قبل از هر چیزی به این مبحث اشاره بکنم که در حوزه کسب و کار و اصولاً در حوزه علوم انسانی هیچ واقعیتی وجود نداره. اینو ما نمیتونیم قوانینی رو خیلی جدی و مطلق بیان بکنیم که تبعیت از اونها موجب موفقیت در کسب و کار میشه. بنابراین یادمون باشه که هیچ واقعیتی تو کسب و کار وجود نداره و همه چیز از جنس ادراکه. اما جالبه که بدونید که خیلی از بزرگان مخصوصا تو حوزه برندینگ امروزه اعتقاد دارن اگر یک واقعیت برای موفقیت وجود داشته باشه تو کسب و کار، اون برندینگه. برندینگ به مفهومی که اشاره خواهیم کرد که در واقع به عبارتی فتح ذهن و قلب مخاطبان و مشتریانه. در واقع میگن بودن یا نبودن شما کاملا بستگی به برند بودن یا برند نبودن شما داره و شاید بتونیم از این عبارت برای شروع این داستان یا پایان این داستان استفاده کنیم که یکی برند بود، یکی نبود. این رو عرض کردم به عنوان مقدمه به خاطر اینکه در ابتدا باز به اهمیت موضوع برندینگ و حضور در ذهن و قلب آدم‌ها که این آدم‌ها مخاطبان و مشتریان ما هستن پی برده باشیم.